همگی انتخابات رو گذراندیم به خوبی. الحمدلله ما همه قبول داریم انتخابات را. یک عالم اگر در او شجاعت نباشه کو اون عالم یک مرغی. کبیری در برآمد خودش جواب داد که ما انتخابات تاجیکستان را قبول نداریم. من برای کبیری آشکارا میگویم که ما مردم زیبای تاجیکستان همگی انتخابات را گذراندیم به خوبی. الحمدلله ما همه قبول داریم انتخابات را. و تو میگویی که انتخابات تاجیکستان قبول نیست. این مقصد خودی تو هست و قبول نکردن تو در نزد مردم تاجیکستان ما هیچ قدری ندارد. ما شکرانه تینجی امنی میکنیم الحمدلله و برای تینجی امنی همیشه دعا میکنیم و انتخابات را گذراندیم به یار الله و هر کسی که نیتی بد دارد نیتی بدش در سر خودش گردد. کسانی که از رحمانوف دفاع میکنن بازم خودشون با آیت و با حدیث ترا صدقه اون آیتت کنه، ترا صدقه اون حدیثت کنه، ترا صدقه اون امت رسول خدا بدن کنه. ترا ای مردم والله اگر یک عالم اگر در او شجاعت نباشه کو اون عالم یک مرغی. هیچ فرقی نداره بین یک مرغ بین یک آدم ترسو. تمام احادیث بدونی، تمام آیات قرآن بدونی، از اول تا آخر بدونی، اما بازم وقتی که میبینی که چاه هست و مردم میروند میغلطند چرا مردم آگاه نمیکنی؟ اینا آمدن که ما را خاموش بدارونن. شما مردم تفریقه ناندازین. این کسی که اومد مردم تحقیر کرد، ریش مردم ایچه موسیچه گفته، مردم ریش گفت که در ریشتون شپش زدگی و ریشتون شپوش داره. اینو آخر اگجو میگیرن. ما برای همو خاطران هم بالا را زده ایستادیم.